سلام به تمام زنانی که آماده اند تا زندگیشان را متحول کنند. به پادکست من خوش آمدید. جایی که به بررسی قدرت درون شما خواهیم پرداخت. جایی که شما را با انرژی زنانه آشنا می‌کنید. انرژی که از آن غافل بودی و حالا وقت آن رسیده که آن را بیدار کنید. اینجا به شما خواهیم آموخت که چگونه می‌توانید خواسته هایتان را به واقعیت تبدیل کنید و در مسیر موفقیت قدم بردارید. آماده اید تا اولین قدم را در این مسیر پرقدرت بردارید؟ پس با من همراه باشید، چرا که هر لحظه از این سفر آغاز تازه‌ای برای شماست. من اینجا هستم تا خودم را با نور شما همراه کنم، نوری که درونم را روشن کرد و ندای کمک به تمام زنان سرزمینم را داد. زنانی که سالیان ساله در خواب غفلت فرو رفتند و شاید ندانند کیستند و چه قدرتی دارند. اینجا قراره همه چیز آشکار شود تا هر کس بداند کیست و چه قدرتی دارد. در این مکان از عمق وجودم میخوام به شما کمک کنم. با قلبتان اینجا باشید، زیرا قرار است بیدار شوید و با پتانسیل های خود را کشف کنید. باید بدانید که زن اشرف مخلوقات است، کسی که قدرت خلق ثروت و دستیابی به خواسته ها را دارد. اما این قدرت سالیان سال سرکوب شده و به خواب رفته. اکنون زمان بیداری انرژی زنانه فرا رسیده. انرژی که منبع تمام خواسته ها و نیروی خلق جهانه. متاسفانه بسیاری از زنان جامعه ما درگیر مشکلات جسمی و روحی هستند. چرا برخی حتی اجازه ندارند به خانه والدینشان بروند؟ چرا باید در جهنم زمین زندگی کنند؟ این به دلیل فراموشی هویت و انرژی زنان است که از آنها گرفته شده. اگر این انرژی بیدار شود، می تواند نور و آرامش را به جهان ببخشد. حال در این دوره ارزشمند قصد داریم با بیدار کردن این انرژی شما را به خواسته هایتان برسانید. استمرار و پشتکار کلید موفقیت شماست. هیچ چیز بدون تلاش به دست نمی آید. باید بر ذهن خود مسلط شوید و تسلط پیدا کنید و با امید و استقامت به مسیر ادامه دهید. این دوره به شدت محرمانه است، زیرا می‌خواهیم بدون سانسور درباره موضوعات مهم زنان صحبت کنیم. اطلاعاتی که شاید در هیچ جا به شما داده نشده. هدف ما این است که شما را در جایگاه حقیقی خود به عنوان یک زن قرار بگیرید و از زندگیتان لذت ببرید. اطلاعاتی که 99% زنان ازشون بی‌خبرند. امیدوارم که این گفتگوها به شما کمک کرده باشد تا با قدرت درونتان آشنا شوید و مسیر جدیدی را در زندگیتان آغاز کنید. به یاد داشته باشید که شما فراتر از محدودیت‌ها و چالش‌ها هستید. قدرت در دستان شماست و هر قدمی که بردارید دنیای جدید را برای خودتان خلق خواهید کرد. پس با اعتماد به نفس، امید و پشتکار همچنان به پیش بروید. به یاد داشته باشید که این فقط آغاز است. با انرژی و اراده خود تمام اهداف شما دستیافتنی خواهد بود. به امید موفقیت‌های بی‌پایان تا پادکست بعدی.